این تعلیم اسلام است. شما راهی که پیغمبر خدا را همسراشان رفتن در زندگی همون راه انتخاب کنید، مثل همونها در زندگی با شوهراتان رفتن آخر خوشبخت. زیرا زیباگی زن خواهرای عزیز بازم میگن خاشچینی نیست، خاشچینی حرام است. پیغمبر خدا لعنت کردن زنهایی که خاشاشان رو میچینن کرسته میکنن. از این خداتان شما طاقت لعنت خدا نداره. معنای لعنت خدا از رحمت خدا بی‌نصیب بودن است، از رحمت خدا دور بودن است. شریعت اجازت نمیده خاشچین کنن. این زیباگی نیست. زیباگی کرسته کردن این لب و رو نیست. زیباگی کرست کردن این ناخناتان نیست. خواهرای قیمتی ناخناتان کرسته نکنه، والله از جنابت پاک نمیشه تان. زیرا این کرستی غفص است، تگی ناخن به آب نمیدره، از جنابت پاک نمیشه. نکنید این کارا. شما رو خدا با زیباترین صورت آفریده. ببینید ناخنتان همراه پوست بلند کنند، سیزورتان سبز و سرخ کبوت سیاش میکنید. نکنید این کارا. تشبیه به کافران نشه، نکنید این شما. رسول اکرم من تشبه بقوم فهو منهم بودن. کسی با هر قومی که خوش در لباس پوشی و مدنیت و مدلی مانند کنه از امون طایفه قوم است. خواهر کنید والله بازم میگم شما رو این در نظر شوهراتان زیبا نمیکنه. شما رو در نظر شوهراتان زیبا میکنه. اول آدابتان، آداب خوب، دوم حیا و عفتان، سوم خانشینیتان، چهارم زبان شیرینتان، پنجم کیوانگی و دیگر برای شوهراتان فرزند خوب تربیت. این از شما رو محبوب شوهراتان میکنه. من بسیار زنهای خوشرو رو میدونم که یه هفته بعد زندگی شوهراتان کلیدها شدن از روی بی‌آدابیشان، از روی بی‌حیایی بی‌عفتیشان. نمطه زیباگی زن آدابش است، خوش اخلاقیش است، زبان شیرینش است، چهره کشادش است، کیوانگیش است. کوشش کن که این نزدیک کیوانی خوب شد. برای شوهر دوست داشته غذاش آماده کن. برای شوهر دوست می‌داشتگی لباس تیار کرده برای پوشیدنشون. خلاصه این از زیباگی. با حیا و با عفت باش، فرمان بردار شوهر باش. از خانه به اجازه شوهر کجا برآمده نرو. هر کجا میری از شوهر اجازت گیر یا از خسر خوشامد اجازت گیر برمیشن. به اجازت از خانه برآمدن شوهر پیغمبر خدا لعنت کرد. ایما امرأة استعطرت فخرجت من بیتها. یا الله چی حال است این حال زنهای ما. هر خانمی که خوش آرایش یا خوشبو کنه از خانه شوهر به اجازت برای روا تا بازگشت آمدنش لعنت هر ملائکه و حتی ترجع لعنت شده. خواهر شمیشی و جان خودتان جبر نکنید. اسلام شما اجازت داده است کوچه برآمدن اگر ضرورت شود، کار کردن اگر ضرورت شود این رخصت داده است، لیکن با آداب شرعی، با حیا و با عفت برای جان. انشاءالله کلین عزیز این نصیحت های من در عمل کنید. بازم بگین خوشبخت میشی. شوهرت هم شما رو دوست میداره، خسر خوشنامت هم شما رو دوست میداره، خدا هم شما رو دوست میداره. اگر همراه با فاطمه و عایشه و خدیجه جایی محشور بشید. دعا کنیم خداوند زندگی خوش نصیب شان کنه. خداوند با امسال که مقصد الله توی عروسی محمد جان رو برگزار کرده. خداوند نصیب کن سال دیگه و سال دیگه با توی حقیقی نبرای عظیم بگیره همراه با خاندانش کش تبارا پیشواز گیرم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. مبارک شد. الله مبارک. آمین. الله